президент قرغیزستان صادر جبوروف روز 26 سپتامبر سال 2022 امر داده است که تا از حساب آن شهروندانی که درباره پروتکل اخیراً امضا شده پیرامون تنظیم مشکلات مرزی قرغیزستان و تاجیکستان خبرهای بر دروغ پهن میکنند، یک روت تشکیل داده برای خدمت به مرز با تاجیکستان فرستند. سخنگوی پرزیدنت اربول سولتانبایف خبر داد که طبق دستور پرزیدنت آنهایی که خبرهای بر دروغ پهن میکنند باید به دیدبانگاه‌های ولایت بادکن فرستاده شده تا انجام جریان تعیین و علامتگذاری مرز قرغیزستان با تاجیکستان آنجا خدمت کنند. اگر ما یگان متر قلمرومان را دادیم، بگذار از جای حادثه بگویند که انا این زمینها را دادند، بگذار آنهایی که خبرهای بر دروغ پهن میکنند خودشان بروند و به چشم خود ببینند. نوشته است اربول سولتانبایف، سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان. پروتکل اخیراً امضا شده بین رهبران کمیته های امنیت دو کشور سیمومین یتیموف و قمچبک توشیف را سند موقت نامیده و گفت که آن تنها تا زمان انجام جریان تعیین و علامتگذاری مرز اعتبار دارد. سولتانبایف ساکنان قرغیزستان را اطمینان خاطر داد که جانب قرغیزستان یگان وقت یگان متر زمینش را نخواهد داد. روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرغیزستان درگیری‌های مسلحانه رخ داد که با دست کم 130 کشته و حدود 400 زخمیش خونین‌ترین مناقشه مرزی در تاریخ این دو کشور دانسته می شود. هر دو طرف یکدیگر را در آغاز این نزاع عیب‌دار می‌کنند. روز 25 سپتامبر رهبران کمیته امنیت دو کشور یتیم و توشیف در گذرگاه قزلبیل پروتکل را امضا کردند که طبق آن دو جانب باید روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان را تیزانیده هر کدام باید 4 دیدبانگاهی از همه نزاع برانگیز در مرز ولایت بادکن و سوغد را از بین بردارند. بعد امضای این پروتکل برخی رسانه‌ها و بلاگرهای قرغیزستان نوشتند که گویا جانب قرغیزستان برای نائل شدن به این سازشنامه پیرامون قطع مناقشه مرزی به گذشت‌های جدی از جمله به دادن برخی زمین‌های بحثی راضی شده است.